با وجود باری وزنین این نورس از زندگی شکایت ندارد. لحظه از کار این دخترک در ده تکابی ورزاب به دوربین عکاسی معروف تاجیک زاوردخته افتاده است. این یک 6-7 نفر بودن. من چند رپورتاج گرفتم از اونا که یعنی با هم میرن چیکار میکنن و این چهره خیلی خوشم اومده بود. یک چند تا پورترت اینا رو گرفتم که یعنی معلومه که این خسته نشده، یعنی کار مشکل نیست برای این. یک مثلا در قرقیزستان که بودیم سفیر تاجیکستان در قرقیزستان عکس از ما گرفته و در سفارت آویزان کرده و تاش نوشته مادونا تاجیکستان. این و عکس‌های دیگری زاوردخته اخیراً در نمایشگاه تصویرهای عکاسی تاجیک در دوشنبه پیشنهادی تماشابین گردید. چاره‌بینی فرهنگی به زادروز دختر عکاس فرانگیز دخته بخشیده شده است. زاوردخته همچنین در این نمایشگاه تماشابین را با هنری دخترش آشنا کرد. فرانگیز دخته یکی از اولین افراد بوده است که به صنعت مینیاتور نقطه‌ها مشهور است. و عکسبرداری پدر تولید کرد یک هنر که ما امروز با حیرت به این هنر می‌نگریم. برای ما امروز از این رنگ بار، از این رنگ رو، از این هنر استعدادی پدر و دختر بسیار خودم خوب احساس میکنم، خوشحال احساس میکنم. کاش که همیشه باشد، کاش که همیشه ما را حیران کنن، کاش که همیشه برای ما یک جایزه پیشنهاد کنم که ما را از قید اون وبا و اون کسلی و اون دهشت‌هایی که سال گذشته از سر ما گذشت ما را خلاص کند. من خیال میکنم که در این گرمی این صورت‌ها، در این گرمی این عکس‌ها، در این گرمی این رنگ و بار که ما امروز دیدیم، رنگ و بار زندگی هست، رنگ و بار هستی هست، رنگ و بار عاشقی هست و ما می‌خوایم که زندگی کنیم. صنعت‌شناسان میگویند ایجادیات زاوردخته عکس‌های بسیار نادر دارد. او در اول عکس را در ذهن می‌بیند، پس به دوربین. از این رو عکس‌های او محتویات تربیوی دارد، ولی متاسفانه در چنین چاره‌بینی‌ها اشتراک جوانان کم رنگ است که خیلی حزن‌انگیز میباشد. بسیار میخواستم در چنین نمایشگاه‌ها جوانان بیشتر باشند. متاسفانه من در چنین چهره‌بینی‌ها چهره‌های نو را نمی‌بینم. به ما ضرور است که جوانان به فرهنگ و هنر بیشتر توجه نمایند و تنها در آن زمان آنها در کوچه سخن‌های قبیح نمیگویند و با دختران رفتار دغلانه نمی‌کنند. تربیت آنها هم کلاً دیگر می‌شود. همکسبان عکاس بر اینند که عکس‌های زاوردخته توسط دوربین‌های کسبی و تلفن دستی گرفته شدند. مؤلف توانسته است از تلفن‌های هوشمند به طور حرفه‌ای استفاده کند که برای جوانان می‌تواند یک راهنمای کسبی باشد. او در این بخش خیلی خوب کار می‌کند. در کشور ما بیش از 100,000 هواداری عکس‌ها هست. آنها را باید آموزاند، ولی در ما هنر عکاسی را جای نمی‌آموزند. نگارستان زاوردخته علامت تکنولوژی است. او تکنولوژی عکاسی را نشان داده است. وای با تلفن هوشمند عادی نشان داد که این عکس‌ها را چگونه می‌توان. زاوردخته 85 ساله مؤلف بیش از 13 فیلم بدیعی، 600 فیلم مستند و 5000 عکس‌های گوناگون میباشد. او از نمایندگان توده‌های ایران است که مجبور شده بود در ایام نوروزی زادگاهش را ترک کرده در تاجیکستان زندگی اختیار کند. در اینجا در این زمین بزرگ شدیم. سن سال ما زیاد شده. ما فکر داشتیم مثلا بریم ایران اونجا کار کنیم، اما نه که من حس میکنم که دیر شده این بود وقتی جوانتر بودیم این وقت این فکرها بکنیم. اون وقت هم در ایران خیلی چیز نبود. ما برای رشته عکاسی گرفتیم که بیکار نشینیم و آدم‌ها رو با تاجیکستان آشنا کنیم. زاوردخته سالهای زیاد نواربردار استودیوی تاجیک فیلم بود. سالهای اخیر او بیشتر به صورتگیری مشغول است و در کشورهای گوناگون چندین نمایشگاه برگزار کرده است.